درود خدمت شما سروران عزیز. کتاب آموزش دوتار موسیقی مازندران در واقع اولین مجموعه موسیقی مازندرانی است که سال 84 این مجموعه از طریق انتشارات سرود چاپ شد. بعدها در چاپ دوم به همراه CD صوتی و در حال حاضر هم چاپ چهارم در اختیار علاقه‌مندان هست. این مجموعه به شیوه آموزش شفاهی در واقع نگاشته شده. همه منابع این از موسیقی اصیل مازندرانی انتخاب شده. این مجموعه نیز ابتدا تاریخچه‌ای در مورد دوتار موسیقی مازندران ارائه میشه، نحوه دست گرفتن و در واقع اصالت‌ها و شیوه‌هایی که دوتار نوازی در موسیقی مازندران هست و مطالب آموزشی دیگر، آشنایی با نشانه‌گذاری‌های نوت‌ها و همچنین آموزش در واقع آواهای موسیقی با دستباز دوتار و سپس دستان‌های ساز دوتار و بعد از اون نغمات موسیقی مازندران به طور ساده طراحی شده. حدود 40 درس از قطعات موسیقی مازندران رو شامل میشه و در پاورقی هر کدوم از این درس‌ها توضیحات لازم آمده و همچنین به همراه شعر و ترجمه اشعاری که در اینجا گنجانده شده. این منبع شنیداری و آموزش آن حدود 1 سال به طول می انجامد و در طول این سالها این مجموعه کتاب آموزشی بسیار تاثیرگذار بود در آموزش دوتار و فراگیر شدن این آموزش ساز دوتار در منطقه مازندران و نقاط دیگر ایران. این مجموعه به همراه فایل صوتی در اختیار علاقه‌مندان هست.